ای برادر عزیز، او در همون جا چی خوانده است؟ خطوبه. ای به نام خدا، عیب با همون چیزی ایندیست که اکل خطوبه آخه چی بلا هست که عیب است به نام خدا. همین ها را گوش کردن در همین زمان ما با همین عقل و فراست به خدای خنداور نیست. این ما را باید در تشویش بیارد، ما را در غم بیارد که آخه چی است این خطوبهش چی معنی دارد. همون پرسینش کو از همون چی فایده میگیریم ما؟ چی فایده است؟ اینا گوش کردی چی منفعت بردی؟ ای برادر عزیز، او در همون جا چی خوانده است؟ خطوبه. ای به نام خدا، عیب با همون چیزی ایندیست که اکل خطوبه آخه چی بلا هست که عیب است به نام خدا. همین